الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، بسیار برادران و خواهران از ما سؤال نموده اند در موضوع ماه رجب که این ماه رجب چی فضیلت دارد و آیا یگان عبادت مخصوص دارد، یگان شب مخصوص که نماز خوانده شود، یا که در این شبی برات میگویند هست، یا که یگان روزی مخصوص روزداری وجود دارد، یا یگان ذکرهای مخصوص دارد یا ندارد. بارک الله فیکم. اولا میگویم که در حقیقت ماه رجب این یکی از ماههای حرام است که الله سبحانه و تعالی در سوره البته توبه آیت 36 بیان کرده است که الله میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. البته عدد ماه‌های در نزد الله بوده این 12 ماه است که الله سبحانه و تعالی در کتابش نوشته است، یعنی در لوح المحفوظ نوشته شده است، روزی که الله سبحانه و تعالی زمین و آسمان ها را خلق کرد و از همین 12 ماه 4 ماهش ماه حرام است و این دین قیم است و پاک است و بهترین دین است و در همین 4 ماه شما به نفستون ظلم نکنید. البته ظلم در دیگر ماه هم حرام است، اما در این 4 ماه باز ظلم حرام بودنی شده است. این 4 ماه کدام ماه است؟ اولیش ماه رجب است، همین ماهی که آمده ایستاده است یا داخل شدیم. این ماه رجب اولین ماه‌های حرام است. از 4 ماه اولینش رجب، دومش ذوالقعده، سومش ذوالحجه، چهارمش محرم که سری سال است. از کجا ما این 4 ماه را ماه حرام میدونیم؟ به حدیث صحیح متفق علیه امام بخاری و مسلم روایت میکنند. امام بخاری در رقم 4662 و امام مسلم با رقم 1679 روایت میکنند ان ابی بکر رضی الله عنه عن النبي صلی الله علیه و سلم قال السنه 12 شهرا، یک سال 12 ماه است، منها 4 حرم، از همین 12 ماه 4 ماهش ماه حرام است، 3 متوالیت، همین 4 ماه حرام 3 تایش پی هم است، پی در هم می آید، ذوالقعده، ذوالحجه و محرم که همش بعد هم می آید، و رجب مضر الذي بین الجماد و شعبان، و رجب مضر الذي بین الجمادی و شعبان، ماه رجب که بین جمادی اول و شعبان میاد و بین جمادی و شعبان میاد. پس چرا این 4 ماه از درون 12 ماه حرام نامیده شده است؟ چرا که در همین ماه ها جنگ کردن، یعنی به جنگ شروع کردن حرام است، اما وقتی که دشمن هجوم میکند البته همیشه دفاع، همیشه این فرض است، در حالت دفاع این همیشه فرض است، اما هجوم کردن حرام است. سرکردنی جنگ با دشمن حرام است. به همین خاطر این ماه را ماهی حرام می‌دانستند که پیش از اسلام هم قریش ها و عرب ها به همین ماه به نهایت قاعده قانونش را به جا می آوردند و این چنین در این ماه گناه کردن، حق کس را خوردن، ظلم کردن به نهایت گناهش وزنین است از دیگر ماه دیده. به همین خاطر الله سبحانه و تعالی ما را منع کرده است که در همین ماه 4 گانه به نهایت از گناه خود را نگاه داریم. البته از گناه خود را نگاه داشتن در همه ماه ها باید ما خود را نگاه داریم، سخت است، اما در این ماه با سخت‌تر است. چون که در سوره توبه 36 گفتیم فلا تظلموا فیهن انفسکم، در همین 4 ماه، چون که بعضی از مفسرین میگن که اینجا ضمیر به همین 4 ماه است، خودتون نگاه دارید، و بعضی از علما میگن که البته در همه 12 ماه این ضمیر به هم میگرد. عموما البته این 4 ماه در نزد الله سبحانه و تعالی از همین جهت به نهایت قدر و منزلتی خاص دارد. اما این ماه رجب یگان عبادت خاصی را به خود ندارد، یگان عملی خاصی را و روزداری خاصی را ندارد. روزه داشتن در همین ماه رجب از حدیث صحیح ثابت نشده است. روزه داشتن در همین ماه مبارک رجب در یگان حدیث صحیح ثابت نشده است. البته ما ماه مبارک گفتیم معناش نیست که یگان چیزی مبارکی داشته باشد که مثل ماه رمضان باشد،
اما همه ماه‌ها اگر قدردانی کنید ان شاء الله مبارک است. پس این ماه رجب ماه است که مثل دیگر ماه است، فقط از گناه باید خود را نگاه دارید، چرا که گناه درجه اش باز 2 برابر زیادتر است، یعنی باز گناه شما وزن تر است. اما در این ماه روزه داشتن آیا جایز است یا نیست؟ روزه‌داری مخصوص وجود ندارد. اما مثلا روز دوشنبه و پنجشنبه چخیلی که در حدیث متفق علیه آمده است ثابت شده است، یا که ایام البیض 13 14 15 مابین ماه روزه داشتن، این در همین 12 ماه است، نه فقط در این ماه، در 12 ماه است. در ماه رجب هم میخل میدارد، این یک سنتی در همه ماه. اما روزه داشتن خاصی که آیا در ماه رجب روزه داشته می شود یا نه، البته حدیثی صحیح در این مسئله وجود ندارد. حدیث آمده است که امام ابو داود روایت میکنند، اما حدیثی ضعیف است که ورجب من اشهر الحرم فقال صلی الله علیه وسلم صم من الحرم و ترک. بعض از علما همین حدیث رو دلیل میارن، میگن که روزه داشتن در ماه‌های چهارگانه حرام محرم چی است؟ مستحب است میگند، دارد خوب است ندارد. اما این حدیث ضعیف است و از حدیث ضعیف حجت گرفته و عبادت را به وجود آورده نمی شود. حتی در مسئله مستحب هم، مستحب این یک حکم شرعی است که دلیلی صریح ثابت و صحیح میخواهد. بارک الله فیکم. پس این حدیث ضعیف است، البانی ضعیف کردن، در ضعیف ابی داود وجود دارد با رقم 2428 و بعضی ها همین دلیل رو میارند، ضعیف بودنش رو ذکر نمیکنند و میگویند که در این ماه روزه داشته باید شود و این و آن. با میگیم این ضعیف است، در این ماه یگان روزی مخصوص روزه داری وجود ندارد. بارک الله فیکم. و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در مجموعه الفتاوا مجله 25 صفحه 292 میگن و اما صوم رجب بخصوصه فاحادیثه كلها ضعیفه. اما روزه داشتن در ماه رجب، مخصوص ماه رجب رو روزه گرفتن به خصوص، یگان حدیث در این حدیث صحیح آمده است، یعنی میگن تمام حدیثی که در مسئله روزه داشتن ماه رجب آمده است همه اش ضعیف است. نه فقط ضعیف است میگن بلکه موضوع میگه حدیث های دروغ گذاشته شده است. لا يعتمد اهل العلم على شيء منها، یگان نفر از اهل علم به این حدیث ها اعتماد نمیکنند، باوری ندارند. وليست من الضعيف الذي يروي في الفضائل، و این حدیث های ضعیف از جمله اون حدیث های نیست که در مسئله فضائل روایت میشد، بلکه حدیثش بل عامتها من الموضوعات المكذوبات، بلکه عامه و همه این حدیث هایی که در مسئله روزه‌داری مخصوص بخصوص ماه رجب آمده است موضوع است، دروغ گذاشته شده است و مکذوب است. بارك الله فيكم. وفي المسند وغيره حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. البته اینجا سخنهای شیخ الاسلام ابن تیمیه دور دراز است، اما میگیم که همه اش در مسئله روزه‌داری یا که در مسئله نماز خوندن باشد ضعیف است. شلی که ابن القیم الجوزی هم در کتاب المنار المنیف صفحه 96 میگن كل حديث في ذكر صيام رجب وصلاة بعض الليالي فيه فهو كذب مفترى. ببینید تمام حدیث هایی که در ذکر روزه‌داری ماه رجب آمده است یا که بیان میکند که در همین ماه رجب نماز خوانده شود یا در بعضی از شبهایش نماز خوانده شود، همه اش دروغ است و افترا و تهمت بر دین است. البته بعضی ها حدیث های دروغ و ضعیف و موضوع را میارند و میگن که در شب 27 رجب یا که در شب 25 شما اگر 100 رکعت نماز خونید فلان چی است ثوابی اینقدر میگیرید و فلان عبادت است، یا که در یگان روز معینش روزه گیرید اینقدر اجر میگیرید. این همه ضعیف است، دروغ است، افترا بر دین است. در دین این چنین سخن‌های نآمده است. پس من شما باید هر چیزی که از رسول الله آمده است همین را بگیریم. برای همین شرط قبول عبادت این است که اخلاص و متابعت، همون وقتی که عمل رو به خاطر الله کردیم و همون وقتی که همین عملی کردهمون موافق کرده رسول الله باشد. بارک الله فیکم. پس در مسئله فضیلت ماه رجب، در مسئله روزه‌داری ماه رجب، در مسئله قیام اللیل کردن ماه رجب،
یعنی نماز مخصوص خواندن، یگان حدیث صحیحی که صالح به حجت باشد وجود ندارد و این سخنی حافظ ابن حجر اسقلانی در کتاب تبیین العجب صفحه 11 ذکر شده است. بارک الله فیکم. پس شیخ سید السابق در رحمه الله در کتاب فقه السنه مجله اول صفحه 383 میگوید که در مسئله روزداری ماه رجب یا که در مسئله فضیلت زیادی ماه رجب یا در مسئله نماز خواندن مخصوص ماه رجب یگان حدیث صحیح وجود ندارد و ماه رجب از دیگر ماه‌ها یگان فضیلت زیادتی ندارد و سنت صحیح از حدیث‌های صحیح هیچ روایت نآمده است که روزه داشتن یا که نماز خواندن یا که یگان فضیلت در ماه رجب باشد. فقط ماه رجب این از دیگر ماه‌ها همین فرق دارد که از یکی از 4 گانه ماه است که ماه محرم است. بارک الله فیکم. پس این عمل‌هایی که کرده می شود، روزداری مخصوص و نمازخوانی مخصوص، قیام اللیل مخصوصی که نسبت به ماه رجب داده می شود، همه این عمل‌ها بدعت است. بارک الله فیکم. من شما اهل توحید باید این عمل‌ها